همه ماها فکر میکنیم استفاده از دوربین گوشیمون فقط برای عکس و فیلمه. بیاین که یه استفاده مفید از دوربین گوشیاتون رو براتون بگم. دوربین گوشیمون رو باز میکنیم، میگیریم رو محصول یا این چیزی که مد نظرمون هستش، مثلا این یخچال بوش. بعد یه علامت مربع اون پایین صفحمون هستش. چند لحظه نگه میداریم، همچین صفحه‌ای که اومد یه عکس میگیریم، کامل جزئیات یخچال، قیمت و خیلی اطلاعات دیگه برامون میاد بالا. دوربین گوشیمون رو باز میکنیم، مثلا میذاریم روی این گل انجیرمون، پایین صفحه مربع رو نگه میداریم، همچین صفحه‌ای که اومد یه عکس میگیریم، کامل اطلاعات راجع به برگ انجیری میاد که چه خصوصیاتی داره، قیمت‌ها چجوریه و خیلی چیزای دیگه.